دوستا سلام، یه دونه دیگه از ویدیوهای یوتیوبمون راجع به پیدا کردن کیورد گپه. کیورد گپ برای شما که سایت تازه کاری و اتوریتی آنچنانی نداری خیلی مناسبه. شما پیدا کردن کیورد گپ ها میتونین که نسبت به رقباتون اون کلمه کلیدی که کسی بالا نیستش یا اونایی که بالا هستن راحت میشه گرفتشون با یه محتوای خوب و یه کانتنت عالی. حالا امروز بررسی میکنیم که این به چه صورت. شما مثلا دامنه سایت خودتون رو اینجا میزنید، خودش بهتون یه سری پیشنهادا میده که اینا میتونن که یکی از رقیبای شما باشن. حالا ما بررسی میکنیم که به نظر من اینا رقیباش نیستن، چون اینا همه تو کار دنسن. این تشریفات عروسیه، ما اینجا سرچ میکنیم تشریفات عروسی، ببینیم که برامون چی میاره. تشریفات مجلس عروسی نیازی هم نیست که حتما سایت های خیلی بالا، رقیبایی که در حد خودتون باشن. مثلا ما اینو میگیم که رقیبش آفیس دامنش رو برمیداریم میذاریم به چون میتونی حالا تا 3 تا دیگه هم اضافه کنیم، ولی خب با این راه من راحت ترم دقیق تر کامپیر رو میزنیم یه مقایسه کنه برام. خب ببینیم اینجا میام یه مقدار پایین تر، اینجا یه سری کلمات به ما داده و شما میخواید ببینیم که حالا تو چه کلماتی میتونید رتبه بگیرین از رقیبتون بزنین جلو. ما میام تو قسمت میسیم که اینترنت یاری کنه با همون. ببینید اینجا شما میای سرچ این کلمات رو میبینید. خب 480 390 390 کیک عروسی ماشین عروس. ما میایم خب چون میگیم حالا سایتمون تازه کاره و نمیتونیم روی کیورد دیفیکالتی های بالا باهاش رقابت کنیم، میزنیم که برامون توی سختی کلمه کلیدی کمتری بچینه تا راحت تر بتونیم ازش نتیجه بگیریم. خب ببینید الان یه سری کلمات رو آورد. آرایشگر عروس، باغ-تالار دانیال، باغ-تالار مجنون، تالار ملل، دسته گل عروس. ببینید اینا کیورد دیفیکالتی ها صفره. بعد سرچ ولوم خیلی معمولی و نسبتا کمی داره. مثلا شما فکر میکنید که حالا دسته گل عروس با گل ارکیده، دسته گل عروس لاکچری، ماشین عروس ساده، این مرتبطه با کار شما. میایم توی صرف هم از همینجا میتونستیم بررسی کنیم، ولی خب میایم معمولا اینجا یه نگاه میکنیم ببینیم که رقبامون با ماشین عروس ساده چه کارایی کردن که ما همین کارا رو انجام بدیم، یه محتوای از اینا بهتر بنویسیم که بتونیم بیایم بالاتر نسبت بدیم. همینجوری میتونیم کلمات دیگر رو پیدا کنیم و حالا سرچش هم از این بیشتره، چون ما حالا رو منطقه آمریکا چیدیم سرچش به این صورت و شما می اینجا صرف رو بررسی میکنیم. اونایی که بالا هستن ببینیم ریفرین دامینگاشون رو میبینیم 0 3 7 3. خیلی راحت میشه اینا رو با محتوای خوب گرفت.
حالا شما باید اصلا ببینی که اینجا محتواه یا به صورت اینی که بیشتر گالری عکسه که الان ما داریم میبینیم عکس حرف اول میزنیم. باز میکنیم یکی دوتاشون رو بررسی میکنیم، نسبت به اون براشون محتوا می‌نویسیم. یعنی محتوا باید حالت بیشتر عکسه، یه عکس گذاشته، دو تا عکس گذاشته، یه توضیح داده، خود به خود را رزرو کنید، دوباره عکس گذاشته. به همین صورت میبینید شما یه محتوایی با عکس‌های بهتر از این، تعداد عکس بیشتر از این، کیفیت بهتر از این، معلوم است این یه سری کار خارجیه. بنویسین خیلی راحت میای اینا رو میگیرین، خیلی راحت. همینجوری میتونیم کلمات دیگر رو بررسی کنیم. حتما باید سرپ رو نگاه کنیم که اینجا سایت های برند رو که میذاریم کنار، سایت هایی نباشن که ریفرینگ دامنگاه خیلی قوی و بالا داشته باشن 80-90. این الان خیلی گپ خالصه، یه گپ کامله برای این کار. شما میتونید راحت با این کلمه بیاین بالا و کلیک خودتون و شروعش خودتون رو دو سایت بهتر. اگه آموزش ما رو دوست داشتین یه لایکی برای ما بذارید و کانال ما رو اگر دوست داشتین سابسکرایب کنید. قربون شما. محسن بای SEO تو اینستا هم میتونید منو دنبال کنید.